اگه میخواید بدونید بعد از کره شمالی کدوم کشور مسخره ترین و بی‌معنی ترین قوانین رو داره و یه روزگاری جزئی از همین ایران خودمون بوده، با من همراه باشید. ترکمنستان، کشوری که با 488,000 کیلومتر مربع وسعت و 6 میلیون نفر جمعیت توی قسمت شمال شرقی ایران قرار گرفته. مرز مشترک ترکمنستان با کشور ما 992 کیلومتره و افغانستان و قزاقستان و ازبکستان هم همسایه‌های دیگه این کشورن. حدود 4/5 خاک ترکمنستان رو کویر قراقم تشکیل میده و با وجودی که بخشی از این کشور توی ساحل دریای خزر قرار گرفته و دو رود بزرگ آمو دریا یا جیهون و سیر دریا یا سیحون ازش عبور میکنن، با این حال آب و هوای خشک و بیابونی داره. ترکمنستان تقریباً 70 سال جزوی از حکومت شوروی بود و مردم تحت فشار دولت مرکزی بودند تا اینکه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد و بعد از استقلال ترکمنستان حکومت صفر نیازوف اولین رئیس جمهور این سرزمین شروع شد. قبل از صحبت در مورد حاکمان ترکمنستان، بیایید یه خورده در مورد ویژگی‌های این سرزمین بدونیم. از اونجایی که شغل بیشتر مردم ترکمنستان کشاورزی و دامپروریه و از نظر تولید پنبه هم توی جهان معروفه، قالیبافی یکی از صنایع دستی مهمشه و فرش‌های ظریف و زیبایی دارن. ایران مسیر ترانزیت به کشور ترکمنستانه و 2 شهر لطف‌آباد و سرخس توی استان خراسان مرزهای عبور کامیون‌های ترانزیت هستن. اینم بگم که به خاطر قوانین سفت و سخت ترکمنستان، راننده ها موقع ورود به این کشور حتی نمیتونن یه قرص مسکن همراه خودشون داشته باشن. از دیدنی های ترکمنستان باید به دروازه جهنم اشاره کنم که یک میدون گازی کنار روستای دروازه توی استان آخال این کشوره. قطر این گودال عظیم به حدود 70 متر میرسه و گودیش هم حدوداً 20 متره و توی آتش ناشی از تراوش گاز طبیعی از سال 1349 شمسی در حال سوختنه. وجود این دروازه نشون میده که این سرزمین گاز داره، اونم به مقدار خیلی زیاد و از نظر منابع طبیعی واقعاً کشور ثروتمندیه. پایتخت این کشور شهر اشقاباده و فاصله خیلی کمی با مرز ایران داره. اشقاباد در عین اینکه توی استان آخال واقع شده، اما از این استان مستقل محسوب میشه و خودش قانوناً یک شهر همدرجه استان هست. واحد پول ترکمنستان مناته و هر منات حدوداً 14,000 تومنه. این کشور یه نژاد اسب به نام آخال داره که از نمادهای ملی این کشور محسوب میشه و همونطور که میبینید واقعا قشنگه. سگ آلابای هم سگ بومی ترکمنستانه و برای بزرگداشت این سگ یک روز توی ترکمنستان تعطیله. حالا میخوام یه سری از باید و نبایدهای عجیب و غریب و بعضن احمقانه این کشور رو بهتون بگم. توی پایتخت ترکمنستان یعنی اشقاباد همه ماشینا باید سفید باشن و تعداد ساختمون‌های سفید مرمر هم به قدری زیاده که توی کتاب گینس ثبت شده. توی اشقاباد ساعت 8 به بعد بعضی کافه ها و رستوران ها باز میشن و یه خورده شلوغ میشه، ولی باید ساعت 10 شب تعطیل بشن و توی طول روز هم انقدر شهر خلوته که شبیه شهر ارواح میشه. کسی که بخواد با یه دختر ترکمن ازدواج بکنه باید 50,000 دلار پول به حساب دولت واریز بکنه. اگه یه پسر ترکمن بخواد با یه دختر غیر ترکمن ازدواج کنه، معمولاً دولت به اونا خونه نمیده. داشتن سگ به عنوان حیوان خونگی توی این کشور ممنوعه، چون رئیس جمهور قبلی معتقد بوده مردم بلد نیستن سگا رو چجوری تمیز نگه دارن و این باعث میشه بوی بدی بدن. سیگار کشیدن توی محیط عمومی، آرایش و مجریهای تلویزیون، اپرا و رقص باله، داشتن دندون مصنوعی طلایی و ریش گذاشتن برای جوونا هم توی این کشور ممنوعه. رانندگی خانوما توی این کشور ممنوع نیست، اما با سخت‌تر کردن مراحل گرفتن گواهینامه یا تمدیدش میشه گفت رانندگی رو برای خانوما غیر ممکن کردن.
جالبه که کارگرهای شهرداری توی اشقاباد همگی خانم هستن و خیابونای همیشه تمیز این شهر رو روز و شب بدون هیچ حرفی تمیز میکنن. توی ترکمنستان خانوما دیگه اجازه پوشیدن لباسهای تنگ و رنگ کردن موهاشون و استفاده از ناخن یا مژه مصنوعی رو ندارن. انجام جراحی‌های زیبایی و کارهایی مثل تزریق ژل و حتی میکروبلیدینگ ابرو هم اینجا ممنوعه. دولت ترکمنستان آمار بیکاری رو توی کشور منتشر نمی‌کنه، اما جوری که معلومه نرخ بیکاری 60% یا بیشتره. توی این کشور تمام رسانه‌ها برای دولتن و هیچ روزنامه و تلویزیون خصوصی وجود نداره و برای اینکه جلوی مهاجرت گرفته بشه، خروج از کشور برای مردهای زیر 30 سال ممنوعه. برای سفر به این کشور باید ویزا گرفت، اما ممکنه بدون هیچ دلیل مشخصی ویزا صادر نشه و جدا از خلوتی و قوانین خشک و بی‌معنی که داره، این موضوع هم باعث میشه ترکمنستان جزو 7 کشور دنیا با کمترین توریست باشه. رئیس جمهور توی این کشور بالاترین قدرت اجرایی رو داره و اولین رئیس جمهوری این کشور بعد از فروپاشی شوروی صفر مراد نیازوف شد که قبل از فروپاشی هم مسند و جایگاه بالایی توی امور داشت. صفر مراد نیازوف از سال 1990 تا سال مرگش یعنی 2006 توی مسند ریاست جمهوری باقی موند. اون توی این مدت خیلی سعی داشت که ترکمنستان رو به حکومت پادشاهی تغییر بده و از لقب و عنوانهایی مثل شاه یا سردار توی خطابه‌هاش استفاده کنه. اما چون حزب کمونیست میترسید که نیازوف بعد از خودش فرزندش رو به سر کار بیاره، با این ایده مخالفت میکردن و اجازه ندادن که عملی بشه. ولی در نهایت نیازوف توی رواج عنوان غیررسمی سردار موفق بود و مجلس لقب ترکمنباشی کبیر به معنی رئیس تمام ترکمنهای جهان رو بهش اعطا کرد. نیازوف یک کتاب سرشار از نصایح شبیه به قابوسنامه داره که اسمش روحنامه هست و خطاب به ملت ترکمن نوشته شده و توی ترکمنستان جایگاهش مثل قرآن هست. اهمیت این کتاب یه جوریه که توی درس‌های دانشگاه و حتی برای گرفتن گواهینامه رانندگی هم از این کتاب سوال میاد. نیازوف توی سال 2006 و در سن 66 سالگی به دلیل نارسایی قلبی درگذشت و شورای امنیت کشور به همین مناسبت 7 روز عزای عمومی اعلام کرد. مرگ نیازوف برای مردم ترکمنستان خیلی سریع و غیر منتظره بود و خیلی ها فکر می‌کردن با مرگ ایشون کشور خیلی دچار هرج و مرج میشه. اما چند ماه بعد از مرگ نیازوف، معاونش یعنی قربانعلی بردیمحمدوف که قبلا وزیر بهداشت و درمان هم بود، برای ریاست جمهوری انتخاب شد. اون از سال 2001 تا 2006 به عنوان سومین معاون رئیس جمهور این کشور فعالیت میکرد و از سال 2007 به عنوان دومین رئیس جمهور ترکمنستان انتخاب شد. بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر، دومین رئیس جمهور ترکمنستان توی مدت کوتاهی بعد از قدرتگیری یک نظام دیکتاتوری تمام عیار رو ایجاد کرد و از نظر شاخص‌های آزادی و تنوع مطبوعات وضعیت کشور از کره شمالی هم بدتر شد. قرار بود قربانعلی تا زمان مرگ به حکومت خودش ادامه بده، اما توی سال 2022 بعد از 15 سال ریاست جمهوری اعلام کرد که قصد نداره برای انتخابات آینده نامزد بشه و از اون به بعد فقط میخواد توی رأس مجلس باقی بمونه. حدس بزنید چی شد؟ سردار بردیمحمدوف پسر قربانعلی بردیمحمدوف بر اساس یک انتخابات نمایشی جایگزین پدر و رسما سومین رئیس جمهور ترکمنستان شد. اون تا قبل از رسیدن به این منصب هم نقش‌های متعددی توی سطح کشور داشت. مثلا نمایندگی دائمی ترکمنستان توی دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، نمایندگی مجلس، معاونت وزارت امور خارجه، استانداری استان کلیدی آخال به مرکزیت اشقاباد، وزارت صنایع و چند سمت دیگه. سردار نسبت به پدرش چهره و رفتار جدی‌تری داره. مثلا در حالی که قربانعلی تلاش می‌کرد با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و کارهایی مثل اسب سواری تصویر متفاوتی از خودش ارائه بده، سردار توی انظار عمومی کمتر لبخند میزنه و با لباس‌های رسمی‌تری ظاهر میشه.
توی این شرایط مردم ترکمنستان که شناخت زیادی از رئیس جمهور جوان خودشون ندارن، نگاه مبهمی نسبت به آینده و زندگیشون دارن و هنوز نمیدونن که آیا وارد عصر جدیدی توی تاریخ کشورشون شدن یا نه. دوستای عزیزم، امیدوارم که از ویدیوهای ترکمنستان خوشتون اومده باشه و نظراتتون رو لطفاً در موردش برام بنویسید. اگر جایی هم اطلاعاتم کامل یا درست نبوده، خیلی ممنون میشم که شما تصحیحش کنید. دوستان لطفاً با لایک هاتون ازم حمایت کنید و سابسکرایب چنل هم یادتون نره. خیلی ازتون ممنونم و خدا نگهدار.